محترم بیکول تشریفی شما را به تاجیکستان خیر مقدم میگویم. طی دوره سپری شده ما زمینه استواری همکاری‌هایمان را با سازمان ملل متحد تشکل داده تقویت بخشیدیم و ما پوره از همکاری‌هایمان طی این سالهای زیاده از 30 سال بنیاد در سطح بلند ارزیابی می‌نماییم و در میانبرده نیز سازمان ملل برای ما یکی از سازمان‌های مهم و بلندترین دنیا باقی خواهد ماند و همچون اعضای این سازمان با شما در تمام سمت‌ها با تمام نهادهای سازمان مللی صدقاً همکاری خواهیم کرد. شخصاً سهم شما را در پیشبرد این روند خیلی مهم ارزیابی می‌کنیم و شما و نهادهای سازمان برای همکاری‌های سازنده و ثمربخش با کشور ما منتداری تمام مردمی تاجیکستان را بیان می‌نمایم. سازمان ملل در تطبیق مجموعه برنامه‌های اولویتناک جمهوری تاجیکستان نقش نظررس دارد. امروز که انسانیت با تهدید و خطرهای نوی گلوبالی روبرو میباشد، جامعه جهانی بیش از همه به سازمان ملل نیاز دارد. همونطوری که شما وابسته به سمیت آینده ابراز نمودید، شدتناکی گیوسیاسی امروزها به سطح بسیار خود رسیده است. محترم جناب عالی، تشکر زیاد برای قبولی پذیرایی ما در این روزی خیلی بنده که شما خیلی سرکار هستید. من میخواهم خواهد کنم که همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل متحد یک نمونوی می باشد، همکاری نمونوی می باشد. تاجیکستان یک چیزی رو پیش گرفته است که خیلی نظررس می باشد، یعنی کشوری خرد بوده. تاجیکستان اینقدر در کاری سازمان ملل متحد تاثیر زیاد دارد و اینچنین در کار جامعه جهانی در عموم تأثیری خیلی مهم دارد. جمهوری تاجیکستان ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم آن اقتدار، نیرو و به واسطه دینامیزم تاجیکستان رو در مرکزی همه نگرانی‌های دنیا ماندن مسائل آب رو وقتی که شما پیشنهاد کردید. البته با تشبث شما ما 10 ساله رو عین حال عمل نموده ایستادیم و من دارم که سیوم کنفرانس یک لحظه مهمی بود و دکلراسیون آن اعلامیه آن خیلی موجت مهم بود و من میخوایم خیلی زیچ با تاجیکستان اکنون همکاری کنیم. سال آینده این سال می باشد که ما سال نگاهداری پیریخ‌ها رو همچون سال 2025 استقبال میگیریم و ما میخوایم که تاجیکستان رو در اینجا همچون رهبری این جریان بینیم، چون که پیریخ‌ها برای ما هستند، برای ما خدمت میکنن و آنها به واسطه در عین زمان یک نگرانی مرکزی رو به واسطه تشکیل میدن. برای همینم خیلی زیاد از سبب آبشار پیریخ‌ها آب زیاد اومده ایستاده است و تاثیر اون رو میبینیم به جامعه ها. در آخر میبینیم که یگان آب باقی نمیماند و بعد در همین سمت به واسطه برای من تاجیکستان به واسطه شریک قوی ما میباشد. اینجا البته در کوپ 29 که در آذربایجان برگزار میگردد، البته میخواهم که تاجیکستان در اینجا خیلی قوی و خیلی فعال ماند، باقی ماند در انمین جریان گفتگوشنی ها، برای که این خیلی مهم میباشد که انمین جریانی که عین حال با اون ما روبرو شده ایم اون رو برعکس بگردانیم، چون که تهدیدآور میباشد و این به واسطه به حالتی بین المللی خیلی تأثیری منفی میرسوند. در تاجیکستان میخواستن که همین ملاحظه رو به طرز درست براه مانند و در خلاصه تاجیکستان التماس کنیم که نقش پیشبرنده خود رو باز هم قوی‌تر براه مانند تا که همین حجت‌های قبول میشوند به واسطه توانند همین دینامیکی یا تمایلی منفی حاضره رو برعکس بگردونند. حتی شما کشوری خرد هم باشد، امروز شما کشوری می باشد که تأثیری بزرگ رو در مسائل عمومی و مسائل مهمترینی که برای جامعه جهانی تهدیدآور می باشند نقش مهم رو می بازید و البته
در این سمت به واسطه آبشوی پیریاها، کنج‌های گوناگون دنیا، گرینلندیا یا که در این مناطق خیلی مهم باشه تلاش شما. برای همینم میخواستم عرض سپاس رو بیان کنم به حکومت شما، تبریک کنم حکومت شما رو برای این تشبس‌های برجسته و در بخش رسیدن به هدف‌های استراتژی رشد تاجیکستان و اینچنین هدف‌های رشد استوار. ما می‌بینیم که تاجیکستان در این جاده شریکی خیلی با اعتمادی ما باشند و اینچنین می‌خواستم قید کنم مخصوصا که شما در منطقه خیلی تهدیدآوری خیلی خطرناک دنیا می‌باشید. اکثریت دشواری‌ها که می‌بینن بر سر شما از سبب انمان 10 ساله‌ها عذاب کشیدن حالات ناگواری که در افغانستان میباشد به واسطه تاثیر خود را به تاجیکستان میرسد. در همه همین سمت‌ها شما میتونید با ما تکیه کنید. ما با شما هم فکر هستیم. البته شما باید مطمئن باشید که من شما را معتقد میکنم که ما دوستان شما میباشیم و ما میخوایم که کشور شما به واسطه خیلی موفق بگردد و نقشی پیشبرنده که شما دارید در عرصه بین‌المللی که تا امروز شما به همتا و طور به همتا میگذارید، میخوایم این رو دوام دهید. این موفقیت رو در تمام جنبه‌ها